متشکرم. سلامت باشید. استقلاليت امکانیت داد که ورزشکاران ما به عرصه بین‌المللی قدم گذارند. نام غالبان نمودهای ورزش که امروز فخر ما هستند در صحیفه‌های تاریخ کشور صاحب استقلالمان ثبت می‌گردند. رونق این ساحه و نتیجه‌های ورزشکاران در نمودهای ورزشی فوتبال، بوکس، کشتی جودو، کشتی ملی کمربندی، سامبو، کشتی یونانی رومی و طرز آزاد، کاراته دو، ورزش سبک، تنیس روی میز، دست‌خوابانی نظررس می‌باشد. معلم عزیز، شما حتما منداری ما رو به رئیس محترم می‌رسانید. در حقیقت طی 2 سال اخیر توجهی مقامات اجرایی نسبت و عموما ورزش و خصوصا ورزشکاران که امکانیتی در بازی‌های المپیک گرفتن در آخر دارند زیاد است و ما باوری داریم که این دستگیری که اکنون چیزی که روزها میگویند برای فینیش ما اکنون همگی 11 ماه مانده است برای تا المپیاد ریو 16 برزیل. سالی گذشته وقتی که داخل با ورزشکاران بودند و اینچنین یکچند داخلی دیگر که در سال 2015 برگزار گردید، محترم رئیس اعلام نمودند که شخصانی که از ورزشکاران که از ولایت سوخت روخت و بازی المپی میگیرند و جایگاه یکم کسی که جای یکم میگیرد سه خانگی خانه داده میشد و یک اتومبیل سبکروی خارجی و شخصانی که جای دوم میگیرند اتفاق داده میشد 2 خانگی و شخصانی که جای سوم میگیرند یک اتومبیل قیمتی که نرخش تو $20,000 میایستد. همین خیلی وعده کردگی هستند. حالا تو این دمان از جانب مقام اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت مبلغ‌گذاری به سویش خیلی نظررس است. طبق همون واقعی و وقتی که ما واقعی با ورزشکاران بود درخواست کردند که برای لوازمات‌های ورزشی که امروز برای ورزشکاران لازم است سفربر خریداری شوند. تو همین دو خریداری شدن و لیگ بوکس خریداری شد. ما اینجا قالین‌های گوشتنگیری و میشک‌های مجزانی برای بکسوران و اینچنین فرم‌های ورزشی ما دسترس کردیم و امید از آن داریم که تو بازی ورزشی با همه 11 نفر ورزشکاران که احتمالاً اشتراک کردند در بازی ورزشی دوران ما Конушо Истопирион намуде Гуштини Дзюдо, Пронженко Александр, Пронженко Кристина аз намуде Варжиш Сабук, аз намуде Гуштинита Юнони Руми, Шарик Мактам Исох Сарвар, Обулбердиев Хсра ва Амро Тучиев, аз намуде Қайғрони Виталий Сериков, ва аз намуде бокс Ҷаҳон Қурбонов, Асрор Воидов, Наврӯз Ҷафоев, ки омадагӣ худа дида истодан як натиҷаи хуб метиҳад.